واقعهایی هستند که تا امروز شما به کسی نگفته باشید. در یک همون صحنه بود این در فیلم دوم. چرا شما این کودک بیچاره رو اینقدر پسخند میزنید؟ چند روز که در دهه ما هستی کار تکنو برآمده رو. قهرمان منفی اسد کار تکن که در با من چسبیدی. به من حمله میکرد، ما هر دو میشدیم جنگ. اما باید میدونستم که وای کی به من حمله میکند. من خبر نداشتم که وای کی من به حمله میکند. اومدیم گپمو تمام نکرد، یک وقت بود که اسد پاره اومد به ما چسبید. حالا چه بود که قریب که خودم گم میکردم، لیکن باز بعد خبر میگم که کارگردان زین‌العابدین اسد گفتن که وای خبر نیافته تو با وای هجوم کن. هنرمند ندونه دو رئیس کارگردان این کارو کنه، اگر میتونه هنرمند خودشو گم کنه. خوشبختانه ما خودمون گم نکردیم در اون حالت. این کودک رو شما در فیلم بسیار حمایت میکنید. آیا به کودکی شما یگان مانندی دارد؟ نمیدونم این واقعا اونقدر بسیارن که دیگر واقعا عجیبی که در دوره مکتبی به خاطرم مونده است. بعد بار نوروزی بود، نمیدونم صنف 7 یا 6 میخوندم، برآمدم و یک شعر نوروزی خوندم، بهار. در بار بهار خوندم، بزاق در روز که بود خوندم. اون طرف دیرکتور میگه بس کند معلم میگه بس کند. یا وقت بود که یک معلم اومد و کفتم داشت گفت که بس کن همین چارخش خون بس. من گفتم ولی چارخ دیگر دارد. اویلا تیجی صدرنگ زندگی با سامانه ما ابونه شدن رو فراموش نسازید.